فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا محمد از جوانرود پرسیدن که اگر کسی 3 طلاق رو موقع ناراحتی بگه و آن کار رو هم انجام ندهد، شاید منظورشون هم بستری باشه، باید چی کار کنه؟ لطفاً جواب بدید. این اگر قسم خورده باشد که من، یعنی قسم به طلاق خورده باشد که یعنی گفته باشه که مثلا زنش طلاق هست اگر فلان کار رو انجام بدهد، البته 3 تا ولی اینکه 3 تا باشه و گفته باشه که زنش 3 طلاق باشه اگر فلان کار رو انجام بدهد و در واقع اون کار رو تا حالا هم انجام نداده، الان مثلا شاید مجبور اون کار رو انجام بده، این از نظر شرعی یک نوع قسم به طلاق هست و هدفش طلاق نبوده که زنش رو طلاق بدهد، بلکه یک نوع قسم هست برای تأکید بر این، مانند این که و این قسم اساساً به کار اشتباهی هست و حرامه، نباید انسان به طلاق قسم بخوره و متاسفانه در بسیاری از جوامع بگونه شده که اگر به نام الله قسم بخورند قبول نمی‌کنند، مجبورند که به زن طلاق قسم بخورند. این زن طلاق و این به اصطلاح قسم به طلاق یک قسم نامشروع هست و جایز نیست، منتها حکمش ثابته، یعنی این که کسی که چنین قسمی را خورده حتما باید یعنی کفاره قسم را باید ادا بکنه، یا همون 10 مسکین رو غذا بده، یا این که طعامشون بده، یا قبل از این همون به اصطلاح برده را آزاد بکنه و اگر نتونست که میتونه 30 روز رو به جای اون روزه بگیره و بعد از اون میتونه اون عمل رو انجام بده. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.